أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، نمازگزاران محترم، مهمانان خانه خداوند جل و علا، پیش از همه خداوند جل و علا را حمد، سپاس، ستایش و شکر زیاد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش، و در حقیقت با شکرگزاری و سپاسگزاری و یاد آوردن نعمت‌های پروردگار جل و علا، نعمت‌ها زیبا و مفید و منفعتناک و مفید و با برکت می‌گردند. برادران عزیزم، پس هر نعمتی را شکر واجب است. با شکرگزاری نعمت‌ها زیبا و مفید و با برکت می‌گردند. پس بیایید عمر خود را، زندگی خود را، حیات خود را، تمام نعمت‌های داشته خود را، این وطن خود را با سپاسگزاری پروردگار جل و علا و قدردانی و مهنت و زحمت این نعمت‌های بزرگ را شکرگزاری کنیم تا ابدی بگردند. برادران عزیزم، هر کسی که مشکلی با فرزندش دارد، با برادرش دارد، با همسایه‌اش دارد، در تربیت فرزندش ناکام است، در تجارتش ناکام است و در معامله ها ناکام است، پس سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را بگیرد بخواند که پیامبر چگونه معامله داشتند با فرزندش، با دخترانش، با دامادانش، با دوستانش، با صحابگانش، با تمام مسلمانان و غیر مسلمانانی که در مدینه با او در یک وطن زندگی میکرد. وقتی با آموزیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را، پس زیبا میشود زندگی. با آموزیم و پیروی کنیم. خداوند جل و علا میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. صدق الله العظیم. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم به امتانت و به تمام انسانیت، اگر شما خدا را دوست می‌دارید، اگر شما دعوا دارید که ما خدا را دوست می‌دارم، فاتبعونی، پس بگو به امتان و تمام انسانیت که از من پیروی کنید. در نتیجه چی به دست میاره؟ در نتیجه اطاعت به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چی به دست میاره؟ یحببکم الله، خداوند در عوض شما را دوست می‌دارد. و یغفر لکم ذنوبکم، و خطاها و لغزش‌های شما را می آمرزد. والله غفور رحیم، خداوند بسیار آمرزنده، بخشنده است و رحیم است. و امیدواریم که ما و شما چیزی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از زندگیش بآموزیم و زندگیمون را با برکت منفعتناک و مبارک با برکت گردانیم. و در اخیر از نام همه ما و شما، خانواده ما و شما، گذشتگان ما و شما، بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درود و صلوات زیادی میفرستیم. خداوند در عوض شفاعتش را بر هر یکی ما و شما و تمام مسلمانان نصیب بگرداند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به منبر برآمدند با صدای بلند آمین گفتند. وقتی پرسیدند پیامبر وقتی شما بالای منبر میبر آمدید آمین نمیگفتید؟ ما نشنیدیم کسی دعا کرده باشد که شما آمین گفته باشید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی من بالای یک زینه بالای منبر بار آمدم، برادرم جبرائیل امین، نزدیکترین ملائکه، مقربترین ملائکه به پروردگار جل و علا، دعا کرد پروردگار هر کسی که نام محمد را میشنود و صلی الله و درود و صلوات بر او نمیفرستد، رویش در خاک بود، یعنی ناکام و بدبخت بود. این دعای یک ملائکه مقرب به پروردگار و آمینی پیامبر مقرب پروردگار است. و هر لحظه که نام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را شنیدید
صلوات و درود به او بفرستید صلی الله علیه و سلم، بگویید تا اینکه زندگیتون و آخرتتون و قیامتتون با برکت و نورانی باشد. و در اخیر دعا میکنم که خداوند جل و علا این سرزمین ما را از تمام آفت‌های زمینی و آسمانی، آفت‌های روز قیامت، نزدیکی روز قیامت، در پناه اسمت خویشش نگهبان باشد. جوانان ما را پروردگار را، تمام انسان‌ها را زندگی با بندگی نصیب کند. بیماران ما و شما که در بیمارخانه‌ها و در خانه‌ها بستری‌اند، شفای کامل و عاجل نصیب کند. پروردگار استاد ما را در پناه اسمت خویشت نگهبان باش و تمام آفت و بلاها را دور بگردان. عاقبت و آخرت همه ما را نیک کن. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و شفیعنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.